سلام علیکم طفلانی که میبینین با یک تکلیف جلدی مبتلا هستم. میخوایم که از زبان مادرجان بشنویم که چی مشکل داره اینا. این دخترک من چی مشکل داره؟ این دخترک 5 سال شده نمی مرض درش چی آمده؟ مرض در چون شغل نه هیچ چیز نداشتم که نگاه میکردم این میدغلی کش هست در چیز داشتم برای نگاه کردم این دیگه واسه من نگاه نکردم. خب شوهرتون چی کار میکنه؟ خانه هیچ کار نیست. بیکار هستن؟ بله. این تداوی هم کردین؟ نه تداوی کردیم میشیم تداوی کردیم شویده نمیکنم دیگه که نداشتم نکردم. دیگه قسمت های بدنش هم هست؟ نه دیگه نیستم دست پایش هست. نشان بدی تو برام دوستایی که من دیگه پایتون نشان بدی برام. این چند سال است دخترکتون؟ 8 ساله. بسیار خوب. درست است. کسایی که برشون کمک کردن میتونن بهشون خوب میشن. انشالله برشون دعا خود کردیم. اگر همکاری کردن نمیتونین برشون دعا کنیم. تشکر بسیار بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم دوستای عزیز. قسمی که میبینین زرمینه جان امرای شریفه جان که چند روز قبل تداویشان کردیم در دکتر برده بودیم. فعلا رو به بهبود هستن، خوب شده هستن. میشه دستایتان نشان بده شما؟ دستتان خوب شده نه؟ پایتان نشان بدی برام؟ انشالله که تداوی فایده کرده خوب شده هستن. تو دستایتان نشان بدی برام؟ خوب شده هست نه؟ فایده کرده کمی؟ پشت دستایت برام نشان بده. انشالله که از این بهتر میشیم چون دوار نگرفته. فعلا تا این فایده کرده برشون بسیار زیاد تشکر از شما.